سرخط خبرها: پست خنده‌دار بایدن بعد از رجزخوانی برای ایران. هشدار جدی فرمانده کل سپاه به آمریکا: به دنبال جنگ نیستیم اما هیچ تهدیدی رو بی پاسخ نمیگذاریم. اقدام معنادار در تهران: نمایش موشک‌های بالستیک سپاه در یک کنگره همزمان با تهدید آمریکا. حمله موشکی یمن به ناوشکن آمریکایی. تکذیب ارسال پیام‌های متعدد از سوی آمریکا از سوی ایران. و مقاومت عراق حملات خود را به حالت تعلیق در آورد. ماجرا را از کدام زاویه باید دید؟ مشروع خبرها: پست خنده‌دار بایدن بعد از رجزخوانی برای ایران. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ما باید برای یکدیگر باشیم، به همسایه نیازمند کمک کنیم. به گزارش خبر آنلاین بایدن در این پست نوشت که میدانیم بعضی روزها چقدر سخت است که ابرها رو بزدایی و به روزهای آفتابی تر برسی. دوست ما المو درست میگوید ما باید برای یکدیگر باشیم، به همسایه نیازمند کمک کنیم و مهمتر از همه وقتی به کمک نیاز داریم از او کمک بخواهیم. هشدار جدی فرمانده کل سپاه به آمریکا: به دنبال جنگ نیستیم اما هیچ تهدیدی رو بی پاسخ نمیگذاریم. فرمانده کل سپاه گفت گاه دشمنان تهدید میکنن و این روزها هم از میان کلمات مقامات آمریکایی برخی تهدیدات رو میشنویم. ما به آنها میگوییم شما ما را آزموده اید و همدیگر رو میشناسیم. هیچ تهدیدی رو بدون پاسخ نمیگذاریم. فرمانده کل سپاه عنوان کرد دشمنان برای ملت ایران جنگ اقتصادی، جنگ روانی و امنیتی ساختند، اما در مقابل فرزندان این ملت قدرت ساختند و شکوه و عظمت به دست آمده را قدر دانستند. اکنون ایران با عظمت و قوی و پیشرفته می باشد. گاه دشمنان تهدید می کنند و این روزها هم از میان کلمات مقامات آمریکایی برخی تهدیدات رو می شنویم. ما به آنها می گوییم شما ما را آزموده اید و فصل مشترک ما با شما این است که همدیگر رو می شناسیم و هیچ تهدیدی رو بدون پاسخ نمی گذاریم. به دنبال جنگ نیستیم ولی از جنگ نمی هراسیم و این حقیقتی است که در جامعه ما جریان دارد. سلامی تاکید کرد فلسطین در مسیر پیروزی است و صهیونیست‌ها نمی توانند ماها یک سرزمین کوچک رو در جنگ نگه دارند و آنها قطعاً شکست خواهند خورد. اقدام معنادار در تهران: نمایش موشک‌های بالستیک سپاه در یک کنگره همزمان با تهدید آمریکا. موشک‌های بالستیک خیبرشکن و قدر سپاه پاسداران در مراسم بزرگداشت 24,000 شهید پایتخت در حاشیه سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی به نمایش درآمد. به گزارش همشهری آنلاین مراسم بزرگداشت 24,000 شهید پایتخت امروز 11 بهمن در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است. در حاشیه این مراسم موشک‌های بالستیک خیبرشکن و قدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حاضرین به نمایش گذاشته شده است. در عملیات اخیر سپاه علیه گروه‌های تکفیری 4 فروند موشک بالستیک خیبرشکن از جنوب خوزستان به مقصد گروه تکفیری در ادلب سوریه با موفق شلیک شد و دوربرترین عملیات موشکی سپاه رو رقم زد. فاصله محل شلیک موشک‌های خیبرشکن تا ادلب حدود 1300 کیلومتر اعلام شد. موشک‌های بالستیک خیبرشکن همزمان با گرامی داشته 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1400 با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازدید از یکی از پایگاه‌های موشکی زمین به زمین نیروی هوافضایی سپاه رونمایی شد. موشک دوربرد و نقطه زن خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از ویژگی‌های منحصر به فرد برخوردار است. حمله موشکی یمن به ناوشکن آمریکایی. ناوشکن آمریکایی USS اسکریولی را در دریای سرخ با موشک هدف قرار دادیم. این بخشی از بیانیه امروز سخنگوی نیروهای مسلح یمن است.
یحیی سریع در ادامه بیانیه‌اش تصریح کرد که ناوهای جنگی آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ و دریای عرب که در پاسخ حمله علیه کشور ما مشارکت دارند، بانک اهداف ما هستند. تکذیب ارسال پیام‌های متعدد از سوی آمریکا از سوی ایران. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به وقت محلی در پاسخ به پرسش اینکه آمریکا در 2 روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به ایران ارسال کرده و تهران نیز هشدار داده است، گفت که چنین پیام‌هایی رد و بدل نشده است. با این وجود این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و اتباع آن خارج از مرزهای ایران حمله کند، با پاسخ قاطع و قوی مواجه خواهد شد. برخی رسانه‌های خبری مدعی شدند واشنگتن در 2 روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به تهران ارسال کرده مبنی به اینکه خواهان جنگ گسترده نیست و هشدار داده که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد و ایران نیز در پاسخ هشدار داده حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود. مقاومت عراق حملات خود را به حالت تعلیق درآورد. ماجرا را از کدام زاویه باید دید؟ مقاومت عراق رسما به نیروهای خود اعلام کرده موقتاً فعالیت‌ها و حملات علیه آمریکایی‌ها در عراق و سوریه و اردن را تعلیق می‌کنیم. در این حال اعلام می‌کنیم که اگر هر بخش مورد هدف قرار گرفت با شدت به حملات آمریکایی‌ها پاسخ دهند. این تعلیق چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ در پاسخ ابتدا باید بگردیم به حمله عراقی‌ها به پایگاه آمریکا در اردن که واضح ترین پیامش این است اگر کشور ثالثی وسیله آمریکا برای حمله به ما شود، آنها در همان کشور تنبیه خواهد شد. در این حال بعد از واکنش‌های آمریکایی‌ها و پیغام‌های فرستاده شده، عراق گفته حملات را تعلیق کرده است. مقاومت عراق گفته بود که قصد عملیات متقابل فعلا ندارد. توپ در زمین آمریکایی هست. اگر اقدامی علیه مقاومت عراق انجام دهند، مقاومت سیاستگذاری خود را به حالت قبل برخواهد گرداند. حالا آمریکا می تواند از گزینه‌های موجود انتخاب کند. قطعاً از این گفته خودشون پشیمان خواهند شد. اما هم آمریکایی‌ها هم صهیونیست‌ها هم دیگران بدانند که اگر فرماندهان ما را تهدید کنند، هیچ یک از فرماندهانشون نقطه امنی نخواهند یافت. یعنی جان هیچ فرماندهی در امان نخواهد بود اگر فرماندهان ما را تهدید کنند یا تهدید به ترور و یا اینکه اقدامشون را عملی کنند. باید مراقب اعمالشون باشند. اگر بخوان این بازی را ادامه بدن، پاسخهای ما کاملا متفاوت از گذشته خواهد بود و مقیاس اون هم متفاوت خواهد بود و اونها با شرایط بسیار جدیدی روبرو خواهند شد که قادر به مدیریت و کنترل اون نخواهند بود. به اونها اخطار میدیم که از این میدان عقب بشینند. با تشکر و سپاس که تا آخر این سرویس خبری ما رو همراهی کردید.